مینا دورین دین هرم کردستانه هاریکاریا فراکسیون کمال اسلامی پارلمان کردستانه گشت پاریزگاه دهو که 300 پشکن ارزاقی کوپتوین خارنه این سرکیب خوبت گیرید دل سرکسین هجار و دستکرد داهنه دا بشکرن. یا راستی ام دستخوشیه که تایبت فراکسیون کمال اسلامی کن و هر وقت سروک فراکسیون کمال اسلامی که عبدالسلام مجید دستخوشیه لیت کن که اف هاریکاریه فری کریم بو هندک محتاجه و هندک بلنگازه و هندک پیتویا که خلقه که زور پیتویا راستی بس هکن بگوید 10,000 آجی توجه کن سه خلقه دوهو که هل کیمه خلقه که پیتویا یلا ایجارا تلفونت مد کن داخوازه هاریکاریش مد کن ام جو وعدی نادین خلقه که بس باید که هاریکاری خلقه بینید چل دوهو که بید چجدر و دوهو که بید ام دست خوشیرت کنو ام توزیعت کن ما تیم درس کری که او جهت ما دست نشان کی بم دینی سرپرشت نابشکل ناپشکن ارزاق الدور آبادینان دلخوشن کو بشن هاریکاریه که بچیک گهی نخل که خلناوند دهو که قضاین آکری و آمیدی و زاخو سرباری دعاین خیر و دستخوشی الفراکسیون کمال اسلامی اد بیجن مدوی هاریکاریین زده ترد و قناغ داب گهی نخل که خو لیشیانن بردست اون و پانهیا خودده بردام بین وکو فراکسیون کمال اسلامی الپارلمان کردستانه و سرانسر کردستان وگرتی اف هاریکاریه افروکه اف هاریکاری گهشتمجی الپارزگاه دهو که انشاءالله امجی ده بالاف کن سروان کسا اوید پیتوی براستی هلویست کمال اسلامی گلک و گلک باشن و خدان هلویستن دروج تنگاوی دا و وقت نخوش خل خلقی اتکن خدان دوباره ام سپاسیون کن وکو هنگ بینن اف هاریکاریا جی دشیدن بو دور آمیدیه انشاءالله دهتا بالاف کرن سر کسید پیتوی ام افروکا رابوین ناف دهو که دا دا بشکرنا وان هاریکاریا بو فقیر و جارا و دسکورتا و اوانت به اوید پیتوی ما ناودوانت نویسی اف کسانت پیتوی و به راتب و یعنی به موچه و به کوچه دهات و اونایی ما ناودوان نویسی و امه توزیع کنین سروانا ادبردامی و خمخوری و هلویستن جوامرانه نویدا فراکسیون کمال الپارلمان کردستان نزدیکی 10,000 پشکن ارزاقی ابسر خلق هجار و کم درآمد دا هرجگرمیان تاد گهیت ازا خدا بشکرینه و که همو جارانجی او چنده سلماندیه کل برطانیا کمال اسلامیت ناف خلقی دا بویه و بکریار دریشمن خود چسباندینه. آمد بریفکانی کانال آسمانی پیام دهوک